سلام دوستان، برادران و خواهران. من توی ویدیو قبلی چند تا کامنت گرفتم از حامیان جمهوری اسلامی. حالا میخواستم باهاتون یه گفتگویی داشته باشم. از نظر شما رضا شاه، آمریکا و اسرائیل مزدورن و میخوام بیان ایران رو بگیرن. از نظر شخص خود من طرفدار اینی که آمریکا بیاد ایران رو تسخیر کنه نیستم، چون آمریکا دلش واسه مردم ایران نسوخته. اون نظرش اینه که بیاد نفت ایران رو بگیره و تنگه هرمز رو بگیره که بتونه از نظر سیاسی و اقتصادی کشور خودش رو قوی تر کنه. برای هر یه تیری که داره تو ایران خرج میکنه از نظر مالی میخواد 10 برابر 100 برابرش رو در بیاره. ولی از نظر ایران و جمهوری اسلامی این جنگ دو جنبه داره. یه جنبه سیاسی و قدرت داره و یه جنبه دینی داره. بذار از دو طرف نگاه کنیم به قضیه. اگه از جنبه دینی بهش نگاه کنیم، وقتی که به تاریخ اسلام، به تاریخ اولیه اسلام نگاه میکنیم، شما شیعه این به امام ها باور دارین، به محمد باور دارین. شما اگه به هر 12 تا امام نگاه کنین، اونا هیچ وقت برای نگه داشتن قدرت نجنگیدن. خود حسین شما که در کربلا کشتنش، چرا اصلا رفت کربلا؟ بخوان که اذیتش کردن. اون به جای اینکه بجنگه گذاشت رفت کربلا، هم دورش کردن که مجبور شد بجنگه. ولی خودش تا جایی که میتونست نجنگید. وقتی حسن رو معصومش کردن، حسین بهش گفت کی تو رو معصوم کرده؟ گفتش دادا میدونم کی بوده ولی نمیگم که کینه بینتون نیفته، که جنگ بینتون نیفته. تو کل اماما که نگاه کنی هیچ کدوم نجنگیدن برای قدرت، حتی برای حفظ دینشون. بخواین که باور داشتن دین خدا حفظ میکنه. حالا دینم 1400 سال مونده بدون اینکه واسهش بجنگن. اگه واسه دین میجنگین که راه اماماتون رو نمیرین. حالا از نظر سیاست بهش نگاه کنیم. میگه که یکی از کامنتاتون گفتین که کوروش از ایران دفاع کرد، کوروش کوچک. خب آره، اونا از حمله های خارجی از ایران دفاع کردن، ولی یه تفاوتی داشت. وقتی کوروش اومد، کوروش کبیر اومد، اون برای ایران آزادی آورد، برای مردم خوشبختی آورد، وضع اقتصادی ایران خوب شد، به مردم کمک میکرد، برای مردم کار میکرد. دولتی بود که برای مردم بود. درسته که از کشور دفاع کرد، ولی قبل از اینکه از کشور دفاع کنه از مردمش دفاع کرد. تفاوت جمهوری اسلامی با دولت هخامنشیان اینه که دولت هخامنشیان از مردم دفاع کردن و از کشور دفاع کردن. جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکنه و از کشوری که واسه خودش درست کرده دفاع میکنه. کاری به مردم نداره، مخصوصا اگر مردم نظر مخالفی داشته باشن. الان توی تلویزیون گفتن که آقا تو اگر راجع به ضد جمهوری اسلامی صحبت کنی تیر خودتو خریدی. یعنی چی؟ یعنی ما میکشیمت. تو برخلاف یا با ما یا اگه نیستی ما میکشیمت. این چجور دفاع از مردمه؟ جمهوری اسلامی برای مردم ایران کاری نمیکنه، فقط داره واسه قدرت خودش، برای نگه داشتن پول و ثروت قدرت خودش داره کار میکنه. وگرنه کاری به این نداره که مردم زندگی خوب دارن ندارن. زمان هخامنشیان تو تورات هست که جهودا رو آزاد کرد، از بابلان آزادشون کرد، از بابل آوردشون ایران، بهشون زندگی خوب داد. همدین نبودن، ما زرتشتی بودیم، اونا جهود بودن. حتی وقتی هم که بعداً خواستن برگردن اسرائیل، تمام اون چیزایی که بابل ازشون دزدیده بود، طلا جواهراشو بهشون مجانی داد که بتونن برن کشور خودشون. هر کدوم که خواستن، هر کی هم خواست تو ایران موند. 2400 سال ما با جهودا زندگی کردیم، دوست بودیم، همسایه بودیم. ولی الان چی؟ الان جهود جرئت نمیکنه تو ایران زندگی کنه. یا باید جاسوس موساد باشه که زیرابی تو ایران باشه، یا اینکه اصلا نمیتونه به عنوان یه شهروند تو ایران زندگی کنه. خب این کارو کی کرد؟ این کارو دولت جمهوری اسلامی کرد. 2400 سال ما با هم مشکل نشه. بابا اصفهان نصفش جهودا ساختن. اینی که میگه اصفهان نصف جهان، کی ساخت؟
کی کمک کرد؟ مهندساش کی بودن؟ خب چرا؟ حالا دینشون متفاوته ولی ما با هم ساختیم این همه سال. جمهوری اسلامی کینه آورد. وقتی خمینی اومد گفت نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. چرا؟ خب هم شرقی هم غربی هم جمهوری اسلامی اگه میخواست باشه، ولی همش کینه، همش نفرت. من نمیگم آمریکا خوبه، من طرفدار شاه هم نیستم که بگی که من از این کسی هم که بیرم تظاهرات واسه شاه داد بزنم. نه، نظر من شاه آدم معمولیه، نمیدونم آدم خوبی باشه یا نباشه، نمیشناسمشون، هنوزم به قدرت نرسیده که بدونیم واقعا نظرش چیه راجبه این که میخواد با کشور چیکار کنه، با قدرت چیکار کنه. ولی اینجوری که به نظر میاد حداقل واسه آزادی ایران داره میجنگه که کشوری باشه که بتونه حداقل توی دنیا یه اسم و رسمی واسه خودش داشته باشه، که یه احترامی داشته باشه. ایران محترم بود تو دنیا تا قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیاد. دوره شاهنشاهی هم اشتباه کردن، برای همین توی جنگ جهانی اول و دوم که طرف آلمانو گرفتن بالاخره اونا تبعید شدن. ولی ایران تا قبل از جمهوری اسلامی انقدر تو دنیا اسمش بد در نرفته بود. بابا جمهوری اسلامی این همه آدم کشت، این همه آدم کشت. توی چین فکر کنم دقیقا نمیدونم سال 92 بود، 92 میلادی بود، چین 1100 نفر رو کشت. یکی از بدترین جنایت‌های تاریخ حساب شد. الان که ایران هزار نفر رو کشته. تو ایران خبر اومده بود که یارو میخواست بره جنازه بچه‌ش رو تحویل بگیره، میگفتن 1 میلیارد پول بده یا اینکه امضا کن که این از حکومت بوده. پولو که نداره بده، اگه هم بخواد امضا کنه که به بچه‌ش خیانت کرد، بچه‌ش برای یه باوری، یه ایدئولوژی مرده. حالا مادر پدرش باید امضا کنن که این برای خلاف اون ایدئولوژی مرده. چیکار کنه اون مادر پدر؟ خب اون از تو بدش میاد، اون هموطن توه. به جای اینکه جمهوری اسلامی از هموطناش دفاع کنه، برای مردمش بجنگه، فقط داره واسه خودش میجنگه. این تفاوتشه. حالا این جواب من بود به اون مسیجایی که دادی، ولی دمت گرم که باز خواستی یه گفتگویی بکنی. من همیشه جای صحبت رو باز میذارم. من از هیچ کی متنفر نیستم، اینو همیشه گفتم، همیشه هم میگم. من از آدمی روی زمین نیست که بدم بیاد. شاید به یه سریا نسازم ولی تنفری ندارم. ما همه زندگی مختلف داریم، باورهای مختلف داریم، باورها محترمه. حالا دمت گرم که صحبت کردینم، جواب منه. خواستی دوباره جواب بده، میتونیم حرف بزنیم. ولی این کاری که جمهوری اسلامی میکنه کار درستی نیست. نه از نظر دینش درسته، از نظر تاریخ خودتون درسته، نه از نظر اقتصادی و سیاسی این کار درسته. مردم دارن زجر میکشن، سال هاست زجر میکشن. یکی دیگه تون هم گفتش که باز ایران خوب بود تا زمان احمدی نژاد. خوب نبود دادا. من 11 سالم بود که فوتبال ایران میبرد، ما میرفتیم تو خیابون یه تظاهراتی، حالا یکی یه آهنگی میذاشت، ما یه غری میدادیم، پلیس میامد با چوب میزد، با بتون میزد، دست رفیق ما شکست، بعد فرار میکردیم. چرا حالا بذار تیم ایران برده یه خورده خوشی کنیم، چه اشکالی داره؟ خوب نبود. همیشه ایران بعد از جمهوری اسلامی حکومت خفه‌ای بود، مردم جرأت حرف زدن نداشتن. تا اگه مسیحی بودی تو ایران نمیتونستی بگی من مسیحیم، نمیتونستی بری واسه خودت یه کلیسا درست کنی. چرا نتونی؟ 80 میلیون آدمیم، خب نمیشه که همه رو زور چپون مسلمون کنی. کجا تو قرآن گفته که آقا برو دور دنیا بگرد، هر کیو پیدا کردی زور چپون مسلمونش کن، زور چپون بفرستش بهشت؟ کجا اینو از کجا یاد گرفتی؟ کجای دین اینو به شما یاد داده که باید زورچپون رو سر مردم کنین، زورچپون مسلمونشون کنین؟ مگه محمد کرد؟ مگه امام هایی که واسه شون گریه میکنی، امام حسینی که واسهش قمه میزنی و واسهش زنجیر میزنی و زار میزنی، مگه امام حسینت کرد؟ خب اگه اینا کسایی هن که تو بهشون باور داری، براشون احترام قائلی، خب مثل اونا باید زندگی کنی، بعد از اونا یاد بگیری. اونا کی گفتن همچین کاری کنین که جمهوری اسلامی میکنه؟ خب این درست نیست. این نظر منه.
که ایران نه از نظر سیاسی و اقتصادی در جهت درست تاریخ قرار گرفته، نه از نظر دینی. حالا من هر کی هستی، هر چی که هستی، به خدا میسپارمت، به پاکی که تو قلبت میدونم هنوز هست میسپارمت، و چه خوبیه تو دنیا میسپارمت. امیدوارم هممون به راه راست هدایت بشیم، همونجور که تو قرآنتون میگین، توی نمازاتون میگین. خدا ما رو از راه کج دور کنه و به راه راست هدایت کنه هممونو. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.